اگه همین الان بهت بگن این صحنه‌ها فیلم نیستن، باور میکنی؟ 10 لحظه عجیب و واقعی که عین صحنه فیلم‌های علمی تخیلیه، ولی واقعا اتفاق افتادن. شماره 1. یه راکت غول‌پیکر بعد از رفتن به فضا صاف میاد و دقیق روی زمین فرود میاد. نه، این فیلم نیست، واقعیه. شماره 2. این ابرها شبیه سفینه‌های فضایی هن. کاملا طبیعی و فقط تو بعضی مناطق کوهستانی دیده میشن. شماره 3. این ربات‌ها نه فقط راه میرن، میپرن و میرقصن. واقعا چیزی بین انسان و ماشین باقی نمونده. شماره 4. این موجود عجیب رو توی عمق اقیانوس پیدا کردند. انگار هیولای فضاییه، ولی جزئی از طبیعته. شماره 5. این نورای سبز و بنفش اسمشون شفق قطبیه، فقط توی قطب‌ها میتونی از نزدیک ببینیشون. شماره 6. طوفان شن یا رعد و برق. حس میکنی وسط فیلم آخرالزمانی هستی. شماره 7. باد شدید برف رو به شکل رول کاغذی در میاره. نه فتوشاپ، نه ساختگی، کاملا واقعیه. شماره 8. یه گساله فعال شده و آسفالت خیابون انگار تا خورده. ترسناکتر از هر فیلمیه. شماره 9. قبل بعضی زلزله ها آسمون نورهای عجیبی میزنه. دانشمندا هنوز کامل نمیدونن چرا. و شماره 10. این ساحل توی شب میدرخشه. نه جادویی، نه جلوه ویژه. فیتوپلانکتون ها هستن که نور تولید میکنند. کدوم یکی از این صحنه ها بیشتر شگفت زدت کرد؟ کامنت کن ببینم ذهن تو رو کدوم بیشتر منفجر کرد.